سلام گلای نازنینم، حالتون خوبه؟ ببخشید که نمیتونم زود براتون قصه بذارم چون راستش مشغله درسی دارم، اما هر موقع که فرصت پیدا کنم میام و براتون داستان تعریف میکنم. کوچولوهای قشنگم، شما مدرسه رفتن رو دوست دارید؟ اصلا یه سوال، چرا ما باید به مدرسه بریم؟ گاهی وقتا شده که دلتون نخواد به مدرسه برید؟ سایمون خرگوش با مزه قصه ما قراره بهمون بگه چرا به مدرسه رفتن علاقه‌مند شده. بیایید تا براتون تعریف کنم. سایمون به مامانش گفت من عاشق مدرسه‌ام مامان، و میدونی توی مدرسه چه چیزایی رو بیشتر دوست دارم؟ مامان با لبخند گفت چه چیزایی رو؟ سایمون کوچولو یه نفس عمیقی کشید و با غرور گفت مثل یاد گرفتن کلمه‌های بزرگ و جدید، مثلا کلمه در نظر گرفتن. یا وقتی که خانم معلم برامون داستان میخونه من با شور و ذوق گوش میکنم. میدونی مامان، من عاشق ساختن یه عالمه کاردستی با مزه و کشیدن نقاشی‌های جذاب با دوستام هستم. سایمون با هیجان به مامان خرگوش گفت کلاسمون خیلی جالبه، پر از کتابای مورد علاقه‌ایه که میخونیم، نقاشیایی که خودمون کشیدیم، داستانایی که خودمون اونا رو نوشتیم و همینطور گیاهانی که با دستای خودمون اونا رو کشتیم، و خانم معلم مهربونمون و یه عالمه بچه که درست مثل من هستن. مامان میدونه که سایمون عاشق یاد گرفتن بچه ها، مخصوصا یاد گرفتن چیزای تازه و باحال مثل جغرافی، خوندن، هنر، سلامتی و شناختن اعضای بدن، حیوانات، نوشتن، بازی شطرنج و مار و پله، ریاضی، گیاهان، ورزش و در کنارش هم رفتارهای درست و همکاری. سایمون به کسب کردن تجربه‌های جدید علاقه داره و از این موقع‌ها مثل همه ما برای اونم پیش میاد که اولش دوست نداره یه کاری رو انجام بده، اما وقتی توی مدرسه است معلم و دوستاشون رو تشویق میکنن و بعد سایمون میفهمه که اون کار رو از هر کاری دیگه بیشتر دوست داره. اون یاد میگیره برای هر چیزی سخت تلاش کنه و کارا رو به بهترین شکل انجام بده. اون از نهار خوردن به همراه دوستاش توی مدرسه هم خیلی خوشش میاد، از اینکه دور میز کنار هم بشینن و با هم غذاشون رو قسمت کنن، با هم دیگه حرف بزنن و چیزایی با مزه به هم بگن و بخندن. و بعد از اون میدونین چی کار میکنن؟ آره، میرن بازی میکنن. اما خب حقیقت اینه که سایمون از بین زنگای مدرسه بیشتر از همه زنگ خونه رو دوست داره. اگه گفتین چرا؟ چون اون خیلی دوست داره که اتفاقای مدرسه و چیزای جدیدی که یاد گرفته رو با هیجان برای مامان بابا تعریف کنه. اون هر روز که به خونه برمیگرده مشتاقه بدونه قراره فردا توی مدرسه چه چیزای دیگه رو یاد بگیره. خدای منم همین الان خیلی مشتاقم بدونم سایمون قراره فردا چی یاد بگیره. دوستای نازن، منم مطمئنم شما هم توی مهد کودک شهاب به همراه دوستانتون و مربیای مهربونتون کلی خوش میگذرونید و چیزای مختلفی رو تجربه میکنید. من خیلی ذوق دارم بدونم توی کلاستون چه کارایی میکنید و چه چیزایی یاد میگیرید. منتظر جواباتونم. خیلی دوستتون دارم.